به احتمال زیاد هیپاپولوژیست توسط امیر تتالو خف شده یا در حال خف شدنه. من به پلیس امنیت مازندران هم اطلاع دادم. به زودی تمام کسایی که جلوی دوربین بیادبی کردن دستگیر خواهند شد. شما شاهد باشین که من بارها بخشیدم و حتی تو لایوم تقاضا کردم این کارا رو نکنن. بعضی وقتا میبخشم فکر میکنن ترسیدی. نباید ببخشی، باید بی‌رحم باشی. حالا این لایو از تتالو با هم ببینیم. من نمیفهمم. ما اومدیم لایو گذاشتیم گفتیم آبروی مازندران رو نبرین. بچهای مازندران بزرگاشون همه رفیقای منن. اسم بردم گفتم آقا موسی اسماعیل پور قهرمان مازندران رفیق منه، نذارید بگم به اینا. گفتم امنیت مازندران سر چاقو دست من رفیق منه، نذارید بگم به اینا. بعد رفتید اون تیکه مازندرانشو کندید دادید نمیدونم فلان که من به مازندرانی ها بی احترامی کردم. نه خیر، گفتم به این بچه هایی که تو مازندران دارن بی ادبی میکنن، مازندرانی ها بزرگاشون همه داداشی های منن، رفیقای منن، همشون اتفاقا الان دنبال اینن که شمایی که داری تو مازندران بی تربیتی میکنی و اسم مازندران رو خراب میکنی، دنبال اینن که بگیرن کلت رو بیارن پایین که بفهمی آدم تلفنشو ور نمیداره همینجوری فوش بده به همه. ما یه بار این کارو کردیم، با گونی بردنمون 2 هفته تو آگاهی شاپور، کلمون زیر ان بود. بفهمید که آدم تلفن آقا ور نمیداره فوش بده به این و اون اینجوری با تصویر و با صوت و با این، اونم به یه آدمی که این همه هوادار داره. یا اومدید 4 تا دیدم باز دوباره 4 تا این بچه ها تو استانبول برداشتن ما رو تهدید میکنن. اینجا استانبول دوستان، اینجا ایران نیست، اینجا استانبوله. استانبول یکیتون ایرانیا قبلا گو خورد، گفت من صاحب استانبولم و فلان و اینا، دیدن چه چونی ازش پاره کردن. اینجا استانبوله، اینجا قانون داره. حالا میبینیم با آدمایی که تهدید میکنن، آدمایی که لات و پوت بازی در میارن، آدمایی که بیشرفی میکنن، اینجا چیکار میکنن. من گفتم ایرانی بخشیدم، 10 بار بخشیدمتون، ولی خودتون باعث شدید برسونمتون دست پلیس و برسونمتون دست امنیت و برسونم دست بزرگای اون شهر مازندران و این شهر استانبول تا بفهمید برای 4 تا فالوور تلفن رو ور نمیدارن به اسطوره یک مملکت، هنرمند یک مملکت فوش مادر بدن. بی شرف های بی همه چیز. حالا میفهمید بخشش دیگه تموم شد. این آقای سلاپور اینجا مدیر کارهای ما، هم پولتون رو از اون آدمه میگیره که پولتون رو خورد، شکایتش در جریانه یا نه؟ هم اون کسایی که تهدید کردن چی؟ امنیت شکایت کردیم، تموم شد و رفت. میبینمتون. هم به امنیت مازندران شکایت شده، هم دوباره زنگ زدم به دوست و داشتیام تو مازندران، بزرگای مازندران، همه گفتم که چه بی‌ادبیایی به ما شده. دیگه خود بزرگان و امنیت مازندران میدونن با شما و بزرگان و امنیت استانبول. من میخواستم ببخشمتون، خودتون نذاشتید. خیال کردید زندگی اینه، خیال کردید به همین راحتی تلفن رو بردارید فوش بکشید به آرتیست بزرگ یک مملکت. بارها بخشیدمتون. چند دفعه به شما گفتم شکایت رو پس بگیر. خیلی گفتیم. چند تا هوادار چند نفر رو میخواستم بزنن، گفتم ولشون کن. درست حق با شماست. دیگه باید احترامی خواننده بزرگ مثل شما رو باید دیگه برم. ولی دیگه این بار دیگه نمیبخشی تا آخر شکایتشون. بله دیگه الان شما خودتون شاهدین که افتاری وزن تموم شد و رفت. هم به امنیت استانبول گفتیم، هم به امنیت مازندران گفتیم. بار دیگه هم من اعلام میکنم که من تو مازندران رفیق قهرمان داشی خیلی زیاد دارم. منتها 4 چوس مسقال بچه و 4 تا ارگوز دارن آبروی قهرمانای مازندران رفیقای ما رو میبرن. این 4 تا ارگوز باید بفهمن به این سادگی ها نیست. تموم شد و رفت. بعد تتلو نوشت
درسته من تو ایران پرونده دارم، ولی دلیل نمیشه بی کس و کار باشم. دوست و رفیق و هوادار دارم تو خود ریاست جمهوری، تو خود امنیت، تو خود بیت رهبری. شما فکر کردین من همه رو میبخشم، کس و کار ندارم یا میترسم؟ اینقدر راحت منو تهدید میکنین و به هم بی احترامی میکنید؟ اوکی، خواهیم دید. تو همین 2-3 روزه من منتظرم، شما هم منتظر باشین. و اما کنسرت 30 شهریور تتلو و پیشرو و تهی، این افراد طرفدارای زیادی دارن و این اتفاق میتونه یه رکورد تازه برای رپ فارسی ایجاد کنه. ممنون که تا اینجا با ما همراه بودین. لایک، سابسکرایب فراموش نشه. تا خبرهای بعدی، بدرود.